درود عشقای دل من، حالتون چطوره؟ مسترویچ هستم و خوش اومدیم به اولین ویدیوی چنل. تو این ویدیو قراره با هم دیگه بریم 2 نفر رو بزنیم که حال جریانش رو بهتون میگم. خوراکی ها رو آماده کنید بریم برای ویدیو. قراره چنل رو با هم دیگه بهتر کنیم، ویدیوهای توپی بذاریم. دمتون گرم، حمایت کنید، چنل رو ساب کنید، بریم که جریان رو واسه تون بگم. دیگه داره خیلی زیاده روی میکنه. خب شایده من ما تو یه رومی بودیم، داشتیم همینجوری پلی میدادیم، یه نفر پیدا شد ادعا میکرد. اولش که میگفت بهترین پلیرم نمیتونی بزنی، میخوام جلو دختر بزنمت. همینجوری که داشت میگفت گفتم اوکی بیا یه چند دست بزنیم، اگه زدی میفهمیم پروی. خب بچه بازی شروع شد و من یکم کم صحبت میکنم که بتونم صدا پا بگیرم. خب اوکی، بهش میخوره بازیش خوب باشه، بذار ترایی کنم. بیا پایین، کجا داشت در میرفت. یکم سایلنت، بیا بیا. دست اولم هست، دستم زیاد گرم نیست. چرا نیومد؟ آدایی خیلی نوبه، خودشم داره سایلنت رو میرسن، صدا پاشو کلا ندارم ازش. بچه ها خیلیاتون پرسیده بودیم با چی پلی میدیم. بچه ها من با موبایل پلی میدم، پوکو X3 پرو پلی میدم. واقعا یکی از بهترین گوشی ها. بد زد نسمان طرف نشم. بیا بیا، نیومد. پس چرا نمیاد یه شات خوشگل بهش بزنم؟ کلا پیداش نی انگار. دیدمش، فکر کنم دیدمش. یه کاریت ندارم، بیا بیا. آفرین. بیا بیا بیا. یه جام شات بخور برو. دستم واقعا گرم است، اصلا نمیتونم. یه تبرمینم میزنم نمیخوره تبر. آب جیجی اوکی. صدا پا دارم، کنم وسط باشه. دمیج ایزی. ایزی جیجی. کنم دوباره سمت راست بیاد. حالا بذار از این طرف برم. جیجی عالی. جیجی. لفت داد. عجب. خوشم میاد اینا همه ادعا کرد بعدش لفت میده، منطقی نیست. 9-4. ببینیم چی میگه بچه ها. روی یک دیگه کسرش خواهی داری دوباره ردی کن دمیجو بذار روی یک. مادر جنده خب آقا هم بی احترامی کرد، هم گفت ایچ بیو بذار روبان. تا بریم ببینیم میخواد چی کار کنه با چی وانم. لیتس گو.
فلش بنگ چی میگه دیگه؟ ناموسن چی میگی؟ چرا پیداش نیستین؟ نه بکنم ترای کرده، بذار منم ترای کنم. بیا پایین جیگر. قراره بچه ها ویدیوهای خیلی خفن واسه تون بذارم. هفته ای 3 تا ویدیو داریم، به زودی قراره بهتر کنیم چنل ها. فکرایی دارم که کلا تو کامیونیتی کالاف نیست، دارم به زودی با حمایت شما اینا رو واسه تون میذاریم. جی جی اچ1 نوب طرفی کنم. دهن سرویس دوباره لفت داد. عجب بابا، این سطح بازی فقط سطح بازی چی میگه؟ خوبش اگه با ویدیو حال کردین که دمتون گرم. تا ویدیوی بعدی بدرود.